ای پروردگار چون همه باید به دل خاک رفت، خوشان که پاک آمد و پاک رفت. چی نازم به این دل غم زده که زی خاک شدم پس نصیبی خاک رفت. اما بعد دوستان و سروران گرامی خصوصا جماعت المسلمین، خداوند منان را شاکری سپاسگزاریم که امروز ما در جنازه بابای حاجی دولت علی که خیلی با این انسان ما چند بار نشسته بودیم، اینقدر انسانی با دولت و انسانی دست بخیر و عالم دوستار و دیندار بود که الحمدلله امروز خیلی جنازه با شکوه و جنازه با عزت نصیبش کرد. بهترین انسان همون انسانه که بعدی مرگش میفهمی که او چی انسانه. انسان دوستی خدا بودنش در زندگیش نمیفهمی، بعدی که میروه در همین جنازهش میفهمی الحمدلله در روی دکانش و چهره‌ای که فرزنداش دیدند خدا برکت بده. اینا بچه‌هاش نوردین که خدمت پدر و مادر کردند، چند سال بود کسل بود، الحمدلله که همین کسلیش یک دوستی خداوند تبارک و تعالی دوستاش کسل میکنه، دوستاش مصیبت میده، با واسطه همون کسلی و مصیبتش کفاره گناهش میشه. هر کسی که مریض میشه و هر کسی که مصیبت گرفتار میشه الحمدلله میگه شکرانه میکنه، خداوند تبارک و تعالی میگه کفارة الصید و رفع درجات، گناهاش هم میبخشه، درجهش بلند میکنه. در روی دکان با این جنازه با عزت که دختراش و کلیناش همش بچه‌هاش آمده دودراش اکاش در بالای سرش همش با چهره خندان خیر خوش کردن، چهره مبارکش دیدم. این یک نعمته. بزرگان ما میگفتن که خدایا دعا میکردن، من میده بودم میگفتم چی دعا میگو خدایا مرگ با عزتم ده، مرگ با ابروم ده، دلوی دکانم بده، با نصیحت و وصیت و چهره زن فرزندم بده، خدای تعالی روز جنازم شرمندگی را نیار. میگفتم این چی روزای این چی خیلی دعا یک آدم میبرنش. بعد 2019 دیدم که مرگ با عزت چی بده. ای بانیسا هم تا گرفتن آوردن قبرستان درونی کلیان کردن، نه زنش چهرهش دید، نه بچه‌اش دید، نه دخترش. الحمدلله بچه‌هاش خدمت کردن، نوردین و فلان بچه‌هاش زیخ نشین. الحمدلله حق فرزندی را به جا آوردین، دعای پدر را گرفتین. ان الله خبیر بما تعملون، خداوند خبر داره چی عمل کردین. ان الله علیم بذات صدور، از قلب شما با خبره. الحمدلله بابای حاجی دولت علی حج شروع کردین، همین خودش یک نشانه مومنه که پدر حج روی کردی. انسانی که حج برا بیایه خصوصا پدر و مادر در حج دعا میکنه که من فرزندم راضیم، فرزندم پیل کردم، گیریه و ناله نکنید دیگه بالای سرش. روزی جمعه برین در حقش دعا کنید، خیر انسان بعد ای دعا کنید بگو در حق پدر و مادر، در حق همین بابای حاجی. اینقدر انسانی بچه بود که الحمدلله ماشاءالله فرزندا را در این دین همش نصیحت کرده، همش اخلاقی نکو رفتاری نکو دارن. این یک خاصیت همین بودگی بابای حاجی است. اگه بابای حاجی ای درونی همین قبر نصیحت کرده، سه بچم من میرم، این دنیا هیچی نبوده. دنیا همون گپی حضرت نوح علیه السلام که حضرت عزرائیل آمد گوه نوح باید جان تا بگیرم یه حبیب خدای رسول خدا، گو یک دقیقه وقت میتی، گو مالی تو پیغمبری وقت ده، گو همی افتوی سویگی بیام بعد جان ما بگی. گو مالی اومده افتوی سویگی بعد اومد گو بگیر ما که جان تا. گو بله. گو این چی علت بده که همین که وقت گفتی؟ گفت 950 سال زندگی کردم، خیال کردم همین افتوی تا نمی چی را اومدم. این دنیا هیچ ارزشی نداره. میگه بابای حاجی میگه نوریدین جان اکاو داداری کنین، اپاو خوری کنین، خشتباری کنین، دوستی کنین، یک پشتی سر یک کس حرف نزنین. هر کس پشتی سر شما غیبت میکنه، گنده میکنه شما را، شما هیچ نگین، به اعتنا و به پرواشین. انشالله هر کسی را پشتی سرش گپ میزنه خدا او را عزت میتونه که آدم میگه خفن نشه. آدمی که پشتی سری تو گپ میزنه جای او همون جای پشتی سره او عقیب ده میمونه، انشالله تو را برکت میته خدا. میگه بچم نمازاتون وقتش را بخونگی. در قبر وقتی که میموندین انسان عذاب که گرفتار میشیده، این نماز که میپرسیدین داد میزده بنده میگه یا ربی ارجعونی، ای پروردگار من یه بار دیگه دنیا ببر، دیگه سر به سجده بالا نمیکنم. نمازی باندال قضا نمیشود، نمازی پیشینم قضا نمیشود. هر چی گفتی من همون را انجام میتونم. دیگه او وقت خداوند میگه ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. وقتی که مرگ روی کردم، مرگ تعیین کردم، دیگه بر نمیگرده.
وقتی انسان امروزی شانس های دست نده خواهر و مادر و برادر و این تنجی امانی یک نعمت بزرگه. عبادت الحمدلله مسجد و اویان جماعت سخت گیریم، نماز محکم گیریم، نمازهای شب بخونیم، خیر احسان کنیم که وقتی که حضرت عزرائیل می اومده قبر همین نفس بند میکده همین حالت ده آدم داد میزده، بنده داد میزده، میگفته فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب الى اجل قریب فصدق فاکون من الصالحین. میگفته پروردگار عزرائیل بگو دستش بگیره به الله، میگه دیگه که ما یک شانسی دیگه بده نماز و قضا نمیکنم، یک شانسی دیگه بده زکات میتونم، یک شانسی دیگه بده همسایگری خشتبار یک کود داری میکنم، یا شانسی دیگه بده اینقدر انسان دروغ صادق میشم، اصلاح میشم، هرچی در راه خدای در رمضان افطار میکنم، خیر احسان میکنم، روزه میگیرم، در ماهای گر یک شانسی دیگه بده که الله میگه نه ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها لا یستأخرون استقدمون. دیگه وقتی است، وقتی که من مرگ تعیین کردم تمام. بابای حاجی فرموده است که هر کسی همین دنیا ده آدمی هوشیار و دانا را با میگم خواهران مادرها در حیاتون بگیره خطونه بشینه شب چک کنه که شما هم آدمایی یا آدمای بی عقل. آدمی هوشیار میگه پیش ای مرگش قبرش مزین میکنه که همونجا خانه اصلیش میشود. قبرش اینقدر نورانی میکنه، قبرش از تمام باغ جنت میگه. رسول خدا گفت ان القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار او کما قال. گفت جنت یک باغی، قبر یک باغی جنت یکی از آتش جهنم. انسانی با عقل قبرش نورانی میکنه، نماز بامداد میخونه، زکات میده، حج میره و روزه میگیره، بدونه که یه روز همون قبر در داخل میشه. میگه ان الموت کاس کل نفس شاربها والقبر باب کل ناس داخلها. مرگ میگه یک کاسه آب تشنه میشه میخوریم و مرگ هم خیلی هر یک تمون میچشیم. قبر یک دروازه که میده و کلان زن و مرد میریم همون دورین قبر. آدمی هوشیار قبرش خوشرو میکنه. بعد میگه آدمی هوشیار دین خصلت چیه؟ آدمی هوشیار پیش ایام که در خداوند ملاقات خداوند بروه خداوند راضی میکنه ای خودش. وقتی که در درگاه خدا حاضر شدیم دیگه شرمنده و روسیا نیستیم. سرمون بلنده نامه اعمالمون میتن، روزی محشر نمیخواد آدما دوستا خش تبارش تگن فلانی پیرود میکنه حاجی دولت علی ابن فلانی، نوردین ابن فلانی، مولوی ابن فلانی، بیا نامه اعمال تا بگی. همه دوست و دشمن و خش تبار همه در روز محشر ایستادگه نامه اعمال تا در دستت میتن. خرسان میشه اگر دستی راست دا گرفتی خدا ما و شما را نصیب کنه آمین بگیم. دستی راست دا که دو دکت نشان میتی بگو اینه ما رفتیستم جنت. همه روز میبینه میگه خوش به حالش. انشالله بابای واجی دولت علی را در روز قیامت نامه اعمالش به دستی راست میده. میگه پیش ای قبر پیش ای خداوند در روزی که ملاقاتش میشه همه میگذره هیچ کی نیست. میگه بینا شد آدمی بیچاره زخات با دل پر حسرت و چشمان نمناک، اگر بسازد بر خود 100 قصر عالی عاقبت بگردش جایش آن قبر نمناک. او قبر در یادتان بگیریم، او قبر همه وقت به یادتان بگیریم. او قبر 4 روز 4 بار فریاد میکرده روزش ده میگفته انا بیتون خراب، ما خانه خرابم، انا بیتون وحشه، ما خانه وحشتم خطرناکم، انا بیتون ظلمات، ما خانه تاریکم، انا بیتون دود، ما خانه مار کشدم. ای بنده پیش ای اومدن قبرت تازه کن، پیش ای اومدن خطا نگاه کن. غیبچی از دهنت مار میگذه، بخیلی میکنی، حسد میکنی، در اوج کشدون در چشمات میدونه که تو مالی مردم نگاه کردی، زنای نامحرم با چشم بد نگاه کردی، زبان درازی کردی، دخترای عفیفه و صالحه را تهمت کردی، اوج کشارت میکنن از زبانت که تو همی خیلی بدی. هر بنده میگه قبر را میگه آباد کن، قبر را به همین خاطر اکی دولت علی سه بچم نمازاتون هم محکم بگیریم. خدا علیکم سیام گو روزه بگیریم و زکات بتین تو زکات دیگه مسئله را گفت که حج برین نکی نماز 83 بار تحقیق کرده مردک و زنک بنده نماز بخونید، نماز گرفتن جنت میاری، نماز که نخوندن اسلام بیرونی. نماز اینقدر گنجینه که انسان در قبرم سپر می شود در آخرت هم مستقیم جنت میبره. با همین خاطر بابای حاجی کتسه که بچه هم
هیچ کس زیق نشوه خانه ندارم، کم بغلم، فلانم، همه را خدای تعالی بابای حاجی را بشیری قدش نقل میکرد. از زبایر سرخواسار و خوادین ای بزران و غر می اومدن، یک پرچه زمین داشتن، نمد داشتن، هیچی نداشتن. الحمدلله حوزی یک خانه های کدیسن، حوزی یک چیزایی دارن. بیای ما نقل میکنه حمام نداشتیم، حاجت خانه نداشتیم، در تای بود هوا آوازی میکردیم. ولی ماشاءالله همه چی از زیق نشه برای دنیا، زیق نشه برای کم بغلیت. زیق شکی امروز چی با 17 رکعت نماز فرض نخوندم، چی با امروز خدمت مادر فرض بود نکردم، چی با پدرم امروز قهر کردم، چی با خواهرم. در فکر دین باشین، همه میرود. میگه چون همه باید به دل خاک رفت، خوش آن که پاک آمد و پاک رفت. میگه ای خاک، تو در ملک بدن غارت جان کردی، صدها گل آمد و تو برده زیر خان کردی، صدها گل آمد و خانه‌ش ویران کردی. این مرگ سراغ من می آید. یه روز نمیخواد رنگی بابای حاجی دولت‌آلی خدا نصیب کنه، پروردگار مرگ با عزت آدما در عدیل و در تای بمب و در تای تانکا کفیده‌سن، یعنی میخواد تیکه گوشت نیفتیسن، جسد سالم نمیوون. دیروز یک مردک زنگ بزنه، بچه‌م کله‌ش گرفتن، کله کوفتیسم، جسد است کله نیست، میگه در مسکو کوفتیسایش. الحمدلله بگو خدای نخلی مرگ عزت نصیب کنه. خدای تعالی ما و شما را همین جماعت که در این جنازه بابای حاجی شرکت کردن، خداوند معنوی، مالی، فکری، جسمی خدمت کردن، خدای تعالی پروردگار ای بچه‌هاشون سیر کنه، داغ فرزند نبینن. بازم خدای تعالی در این مصیبت اهل بیت بابای حاجی رفسان نورالدین بچه‌هاش بخترای بابای حاجی رفت صبر و جلوه کلم نصیب بگردونه. خداوند کریم بازم ما و شما را که در این روز سال پدرام گذشت، عزیزام گذشت، بارم خدا رحمت کنه. خداوند کریم ما و شما را هم تری جنازه به عزت نصیب بگردونه.